الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز اهل توحید، بارك الله فيكم ووفقكم الله بكل خير. برادران و خواهران عزیز، باذن الله سبحانه و تعالی این حلقه پنجم از آموزش ارکان ایمان است. 6 رکن ایمان از همین آموزش این حلقه پنجم است و ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه به شما موضوعی رو بیان میکنیم که خیلی اهمیت بزرگ دارد. معنای ایمان، فهمش ایمان در نزد اهل بدعت. برادران و خواهر موحده اهل توحید، مشکلی بسیاری طالب علمان و یا بگویم معلمان، درس دهندگان و این چنین درس گیرندگان در همین نقطه هست که در آموزش علم به مقدمه و به مسائل مهم اهمیت نمیدهند. مثلا وقتی که کتابی ارکان ایمان رو یا اصول ایمانی محمد ابن عبدالوهاب یا ارکان الایمانی که در حدیث جبرئیل ارکان دین من شما آمده و در آیت قرآن ارکان ایمان آمده و ایمان آوردن فرض است، وقتی که ارکان ایمان رو میخواهند شرح بدهند، یک بار آمنت بالله، ایمان آوردن به الله گفته شروع میکنند. الله به چه خیلی ایمان آوردن ارکان گفته شروع میکنند، اما ایمان چی از شرح نمیدهند. ایمان چی معنی دارد نمیفهمند. اگر همین طریق و همین نمود شما شاگرد تعلیم بدید، شما مدرس باشید و شاگرد شما همین طور از شما تعلیم بگیرد، حق هرگز ظاهر نمی شود. فهمیدن حق یک چیز است، ظاهر کردن حق یک چیز است. فهمیدن حق به طرز مجمل عمومی یک چیز است، فهمیدن حق به طرز مفصل عمیق دقیق فقط فهم نه بلکه درک و تفصیلات و تقسیماتش و اهل باطل رو به همه جزئیاتش در همه مسائل در همین مسئله فهمیدن و اهل حق رو فهمیدن، فرق گذاشتن بین اهل حق و باطل. انا همچنین وقتی که فهمیدی تو حق رو سبب میشوی که ظاهر بشود. انا برنامه ما که به شما درس میدیم، منهجی که ما به شما درس میدیم برادران و خواهران عزیز بارک الله فیکم، انا همچنین است. ما مسئله رو به شما هم تو یک عمومی رویکی یک گذشته نمی رویم، بلکه مسئله رو دقیقاً با تفصیل هایش با همه نازکی هایش بیان میکنیم تا که شما بفهمید. البته بارک الله فیکم در مسئله ایمان حلقه های درسی ما خیلی زیاد است که من خواهش میکنم گوش بکنید. ایمان چیست، کفر چیست، قول علما به تمام مسائلش. حالا ما هم در این حلقه به شما تمام مسئله ایمان رو نفهمانیده شدیم. مسئله استثناء، مسئله اختلاف مذاهب و فرقه ها در استثناء، مذهب زیاد و کمشوی رو گپ نزدیم. فقط در باب معنای ایمان داریم صحبت میکنیم. یعنی یک جزئی مسئله ایمان رو که یکی از مهمترین مسئله ایمان است به شما بیان میکنیم. در حلقه گذشته عقیده اهل سنت و الجماعه را در باب ایمان لغتا و اصطلاحا بیان نمودیم و به شما فهموندیم که ایمان در لغت در نزد اهل سنت و الجماعه فقط اقرار نیست یا فقط تصدیق نیست، بلکه الاقرار و التصدیق است. و انا همین اقرار و تصدیق از کجا به وجود میاد؟ قول و عمل و اعتقاد یزید و ینقص، از زبان، از دل و از جسم. و خیلی صحبت گذشته من طولانی بود که باید گوش بکنید. حالا ما به شما در باب ایمان اهل بدعت رو بیان میکنیم. قسم از طالب علمان یا که برادران هستند که میگویند ما بارک الله فیکم در باب انا همین ایمان عقیده اهل سنت رو وقتی که فهمیدیم به ما کافی است. اهل بدعت چی لازم است فهمیدنش میگند؟ همچنین انسان ها رو ما بسیار دیدیم که میگه فقط عقیده اهل سنت رو فهمیدی به تو کافی است، عقیده اهل بدعت رو فهمیدن ضرور نیست.
اما وقتی که عقیده اهل بدعت رو میبیند، خود را دفاع کرده نتوانسته، به عقیده اهل بدعت میگذرد. بعد از یک وقت میبینی خودش اهل بدعت است. برای همین علما میگن تعلمت الشر لا للشر بل للتوقی. یعنی من بد رو تعلیم گرفتم نه به خاطر اینکه من همین بدی را میخواهم، نه، به خاطر اینکه خودم احتیاط بکنم. زیرا که همه اهل بدعت خود را اهل سنت میگویند. همه اهل بدعت خود را اهل سنت میگن و همه اهل بدعت اگرچه استنباط هایشون باطل است، حجت گرفتنشون باطل است، استدلالشون صحیح نیست، اما دلیل از قرآن و سنت میارن، قول ها رو میارن ضعیف و این و آن. لیکن مردم عامه اینها رو وقتی که نشنیدند، فرق کردن نتونسته، گمراه میشن. از همین جهت منهج اهل سنت و الجماعه سلف صالح این بود که حق رو وقتی که بیان میکردند و میفهمانیدند، بعد از این حتما باطل رو هم ذکر میکردن که این باطل رو هم باید بدانی و خودت رو از این باطل احتیاط بکنی. به مانند علم حدیث صحیح رو ذکر میکنند و در پهلوی حدیث ضعیف رو در همون موضوع ذکر میکنند که بدون که در انا همین موضوع انا همچنین حدیث های ضعیف هم وجود دارد. بارک الله فیکم. حالا بیاید نظر میکنیم اولین فرقه که در باب ایمان به وجود آمد این خوارج ها بود. اولین گمراهی و ضلالت در باب ایمان و بزرگترین اختلاف هم در این امت در باب ایمان است. خوارج ها عقیدهشون در باب ایمان چی است؟ الایمان، ببینید، الایمان قول و عمل و اعتقاد. انا من است. یزید و ینقص در خوارج ها نیست. ینقص کفر است در نزد خوارج ها. ایمان کم نمی شود. ایمان باید یک خیلی است. ایمان کم شدنش کفر اکبر است در نزد اونها. و در نزد خوارج ها ایمان مراتب ندارد، چخیلی که در نزد اهل سنت ایمان مراتب دارد. اصل ایمان، واجبات ایمان، کمالات ایمان. در نزد خوارج ها ایمان همش اصل است. حتی بعض مستحبات رو هم اصل گفتن. بله، اصل ایمان و مستحبات، واجبات ایمان گفتن سخنی نیست. برای همین خوارج ها در گناه های کبیره مردم تکفیر کردند، خون مالش حلال کردند. سبب چیست؟ سبب این است که خوارج ها گفتند که ایمان مرکب نیست. ایمان مرکب از زبان و از قلب و از جسم نیست. ایمان از عملهای، هر گونه عملها مرکب نیست. ایمان یک چیز است گفتند. بعضی از ایمان رود، همه ایمان می رود. زنا کردی، بعضی از ایمان رفت یا نرفت؟ ایمان ضعیف شد یا نشد؟ بله، بعضی از ایمان رفت. در نزد خوارج یک بار انسانی که زنا کرد کافر میشد، انسانی که غیبت کرد کافر میشد، انسانی که دشنام کرد کافر میشد، انسانی که فسق کرد کافر است، فجور کرد کافر. اعوذ بالله. همه گناه های کبیره که بعض از علما 55 تا یا زیادتر یا کمتر امام ذهبی و غیره نوشتند، در نزد اهل سنت این گناه های خیلی بزرگ است، مستحق عذاب است. الله خواهد میبخشد، به کسی خواهد نبخواهد. اول عذاب میکشد، بعد به جنت میرود. گناه کبیره است، انسان رو کافر نمیکند، اما مستحق عذاب در زیر مشیت الله است. اما در نزد خوارج همه این گناه های کبیره در نزد اهل سنت گناه چی است؟ کفر اکبر است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خوارج ها ایمان را خطا فهمیدند. ایمان گفتند زیاد و کم نمی شود و ایمان گفتند یک چیز است. همه ایمان اصل است. بالاخره گناه کمتری را کردی کافری. اما در رو بروی این خوارج ها صحابگان رضی الله عنهم و تابعین و تبع التابعین هرگز خاموش ننشستند، بلکه به دلایل قرآن و سنت بیان کردند. به دلایل قرآن و سنت بیان کردند که ایمان زیاد و کم می شود. کم می شود تا اینکه ایمان انسان نابود می شود و کافر می شود. زیاد می شود تا اینکه انسان به درجه اولیاء الله می رسد، اولیاء می شود. برای همین بارک الله فیکم، عقیده خوارج ها از سبب باطل فهمیدن ایمان به تکفیر مسلمان ها رسید. یعنی مسلمانی که گناه کبیره کرد او را کافر گفتند. خوارج همین برای همین تکفیر. وقتی که خوارج را تکفیری میگوید به دو سبب میگید. سبب اول و اساسی همین است که خوارج ها انا همین
گناه کبیره رو کفر اکبر دانستند و به گناه کبیره مسلمان ها را تکفیر کردند. یکم مسلمان را تکفیر کردند. یک آدمی که مسلمان است، موحد است، نمازخوان است، غیبت کرد، تهمت کرد، دزدید، شراب نوشید، سیگارت کشید، اگر همین چیز حرام دانسته کرده باشد کافر نیست در نزد اهل سنت، اما حلال گفت کافر است. در نزد خوارج حرام گفته انجام بدهد کافر است. برای همین میگن که خوارج ها مسلمان ها را تکفیر کردند، برای اینکه ایمان رو خطا فهمیدند. و مسئله دومی که خوارج رو خوارج گفته می شود در باب تکفیر، تکفیر بالعموم کردند. اهل سنت و الجماعه میگن هر کسی که لا اله الا الله محمد رسول الله بگوید معنیش فهمید و نماز میخواند، در درون مسجد یک انسانی رو دیدید که نماز میخواند، این مسلمان است. کفر شرک او را ندیدید اما نماز او را دیدید، این مسلمان است. اما خوارج ها میگن ما نماز خواندن یک انسان رو بینیم هم او را مسلمان نمیشماریم، بلکه او را کافر میگیم تا فهمیدن عقیده او. به همین سبب خوارج گفته میشد. هر کسی که همین عقیده رو بگوید یعنی همه مسلمان های روی دنیا رو خوارج ها کافر میگن. همه کسانی که در درون مسجد هستند، در صفای نماز هستند، قرآن تلاوت کردند، نماز خوانده ایستادند، لا اله الا الله محمد رسول الله میگن، خوارج ها اونها رو کافر میگن. به همین سبب خوارج ها رو گفته میشد که مسلمان رو تکفیر کرد. بله، هر کسی که لا اله الا الله محمد رسول الله میگه، نماز میخواند، مسلمان ظاهری است، مسلمان حکمی است. تا زمانی که کفر شرک اکبر او را کسی نبیند، به تکفیر کردن او هیچ کسی حق ندارد، حرام است. و سیوم مسئله که در باب تکفیر شاید خوارج ها رو خوارج گفته شد، تسلسل در تکفیر 4 5 6 100 هزار تمام عالم رو به خاطر یک چیزی نامعلوم تکفیر میکنند. همین سه اصول خوارج در باب تکفیر است. یا چهارمین اصول خوارج در باب تکفیر، اذا کفر الحاکم کفر المحکوم میگن، حاکم کافر باشد محکوم هم کافر است. یعنی هر حکومتی که پادشاهش کافر است همه مردم اونجا رو کافر میگن. همین 4 اصل خوارج است و این 4 اصل خوارج در باب تکفیر از سبب خطا فهمیدن ایمان به وجود آمد. گفتیم ایمان رو خطا فهمیدن. اما مسئله دیگر در باب ایمان در زمان سلف صالح، بارک الله فیکم، مسئله مرجئه ها به وجود آمد. کسانی که اینها خواستند که به خوارج ها ضدیت کنند، اینها به خوارج ها مبارزه بردند، به خوارج ها رد زدند، ضد خوارج ها برآمدند. این مرجئه ها در اول اصل اهل سنت و الجماعه بودند در اول، اما آهسته آهسته به مرور زمان آهسته به مرجئه رفتند. خوب دقت بدید، مقصد مرجئه ها هم برآمده اهل سنت رو انکار کردن و رد زدن و اهل سنت رو گمراه گفتن نبود. مرجئه ها هرگز در زمان سلف بوده، مرجئه هایی که در زمان سلف بودن هرگز اهل سلف رو خطا کردید، شما گمراهید نمیگفتن، میگفتن که شما حق هستید لیکن ما مجبور هستیم که این کارو بکنیم، میگفتن در اول. اما بعد از این که مرجئه ها زمان سلف به پایان رسید، مرجئه ها باز غلوتر کردن. در عصر 4 5 6 مرجئه ها رو میخونی اهل سنت رو شکاک میگد، سلف صالح رو شکاکیه میگد. مثلا ماتریدی و غیره سلف صالح طعنه میزنند. ابو منصور ماتریدی در شرح کتاب فقه اکبر حنفی سلف صالح شکاکیه میگد، کفر است. استثناء را شکاکیه میگد. بالاخره مرجئه هایی که در اول به وجود آمدن، سببی به وجود آمدنشون چی بود؟ خوارج ها یک طرف غلو کرده بر اومدن، خوارج ها غلو کرده بر اومدن. در رو بر روی خوارج ها کی بر اومد؟ یک عده بر اومدند. خوارج ها غلو کرد، اینها پایان رفتند، اینها پایان رفتند. مرجئه ها نفهمیدند که در دین ما غلو کردن هم حرام است، بالا به زده غلو کرده سخت برفتن هم حرام است، پایان به بی اهمیت شده تقصیر کرده تفرید کرده به پایان رفتن هم حرام است. خوارج ها یکم فرقه در باب ایمان گمراه شدند، به بالا رفتند و غلو کردند. مرجئه ها برآمدند به خوارج ها رد زدند، خودشون به پایین گشته برفتند. برای همین هم رد زدن قاعده و ضوابط خودش دارد. مبارزه بردن به اهل شرک و کفر یا فرقه های باطل هم برادران عزیز اهل توحید قاعده و ضوابط خودش رو دارد. وقتی که به اهل غلو مبارزه میبری،
یا به اهل تکفیر و الهجره مبارزه میبری یا که به اهل بگویم خوارج ها مبارزه میبری، نشود که یک روز خودت جهمی شوی. به اینها مبارزه برده در اساس جهل که مبارزه بردی، از منهج که بیرون شدی و مبارزه بردی، جهمی میشوی یا که مرجعه میشوی. اعوذ بالله. یا نشود که به مرجعه و جهمی مبارزه برده از سبب بی‌علمی، نفهمیدن، نازکی ها رو درک نکردن، نشود که به خوارجی بروی. هر دوشم من است. و اما شیطان اللعین الرجیم از هر دوشم خرسند است. به شیطان فرق ندارد که تو مرجعه میشوی یا که تو خوارج میشوی. مرجعه شوی هم شیطان خرسند است، خوارج شوی هم شیطان خرسند است. اما ضرر مرجعه گفتند علما، ضرر مرجعه ها و جهمی ها، بخصوص مرجعه ها، زیرا جهمی ها را سلفین اومد گفتن کفار است، جهمی هیچ کار کرده نتونست. اما ضرر مرجعه ها رو که تکفیر نکردند، عقیده مرجعه ها در بین مسلمان ها که خیلی منتشر شد، ضرر مرجعه ها از دیگر همه فرقه ها بدتر شد. مرجعه ها یک دروازه رو برای کفر شرک باز کردند. عمل نکنی هم مسلمانی، اگر عمل کنی این آن، و بالاخره دروازه های کفر شرک به وجود آمد. مرجعه ها اهل بدعت هستند، کفار نیستند. خیلی که ابن ابی حاتم الرازی گفتند المرجئه مبتدعه ضلال باجماع. مرجئه ها مبتدی و ضلال است، گمراه است، مبتدی گمراه است و این به اجماع همه سلف صالح است. برای چی؟ برای اینکه مرجئه ها ایمان رو خطا فهمید. برادر، یک ایمان رو خطا فهمیدنت یا تو را خوارج میکند، یا مرجعت میکند، یا جهمی میکند. احتیاط باید باشید، یا کرامی میکند. مرجعه ها عقیدهشون در باب ایمان همین بود که گفتند الایمان نطق باللسان و تصدیق بالقلب، یا که گفتند اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. ایمان نطق کردنی لا اله الا الله محمد رسول الله به زبان است، یا که اقرار کردن به زبان است. به زبان میگید که اقرار کردم که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، به فهمیدنی البته معناش. و به قلب تصدیق میکنید. ما گفتیم تصدیق این قول قلب است، یعنی به قلب تصدیق میکنید. ایمان انا همین است گفتند. و بعض از علما گفتند که تصدیق این به عمل قلب هم تعلق دارد. قسمی از علما گفتند به عمل جسم هم تعلق دارد. خیلی که ابن ابی العز حنفی در شرح عقیده طحاوی خیلی استمرار میکنند، خیلی کوشش میکنند که بگویند که عملم از تصدیق است. برای این قولشون درست است، اگرچه قسمی از مرجعه ها این قبول ندارد، لیکن قسمی از مرجعه ها میگوید که امروز وقتی که تصدیق میگیم عمل رو هم در درون تصدیق میگوید، یعنی تصدیق بدون عمل به وجود نمی آید میگند. این قولی درست است. اما قسمی از امروزه مرجعه هایی که خود را به حنفی نسبت میدن، اینها اصلا میگن که نه، عمل نیست، در ایمان نیست عمل. بمانند ابو منصور ماتریدی، ابو الحسن الاشعری، دیگر از حنفی هایی که یا اشعری هایی که عقیدهشون همین است که ایمان نطق به زبان است و تصدیق به قلب است. عمل جسم به ایمان داخل نمی شود و ایمان زیاد هم نمی شود، کم هم نمی شود. خوارج ها گفتند که ایمان زیاد هم نمی شود، کم هم نمی شود. مرجعه ها هم گفتند که ایمان زیاد هم نمی شود، کم هم نمی شود. خوارج ها گفتند که ایمان از یک چیز عبارت است، مرکب نیست. مرجعه ها هم گفتند که ایمان از یک چیز عبارت است، مرکب نیست. خوارج ها گفتند که همه ایمان اصل است، اگر بعضی از ایمان رود آدم کافر است. مرجعه ها گفتند که همه ایمان به مانند مستحب است، اگر ایمان اصلش رود هم باکش نیست. اعوذ بالله من ذلك. البته اما در باب توحید بدانید که هرگز جهل عذر نیست، هرگز جهل عذر نیست. خیلی که خودی ابو حنیفه رحمه الله گفت لا عذر لاحد فی وحدانیت الرب سبحانه و تعالی، هیچ کس عذر ندارد در یگانگی الله سبحانه و تعالی. و در مسئله کفر شرک هم گفتند هر کسی که کفر شرک میکند کافر است.
اما مرجئه ها مشکلشون فقط در باب چی بود؟ ترک عمل بود. همین جنس عمله. یک آدم بگوید که لا اله الا الله محمد رسول الله، معناش فهمد، شرک ترک کند، کفر ترک کند، براءت دارد، کفر به طاغوت دارد، اما عمل ندارد، یعنی نماز، روزه، حج، زکات نیست، اما موحد است. همین آدم از نظر مرجئه و مسلمان است، تارک جنس عمل رو. انا همینجا فرق جهمی و فرق مرجئه ها رو میفهمید. جهمی ها میگن که سبحان الله، حالا به جهمی ها میریم. ببینید حالا انمی مرجئه هست و این مرجئه ها در زمان اولینشون از استاد ابو حنیفه و بعد از این در زمان ابو حنیفه خیلی منتشر شد. از همین جد کسانی که تعصب به ابو حنیفه کردند در باب ایمان مرجئه شدند و ما نباید مقلد باشیم و نباید تعصب بکنیم. دین ما از الله و رسول گرفته میشد، نه از ابو حنیفه. دین ما از الله و رسول گرفته شد. اطیع الله و اطیع الرسول، الله و رسول را اطاعت بکنید. اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيرة من امره. مسلمان اختیار ندارد وقتی که الله و رسول یک مسئله را این چکرد حکم کرده است. این حکم معلوم است، اما مرجئه ها به وجود آمدند. خطر مرجئه همین است. خطر مرجئه همین بدیش همین است که مرجئه یک راه را به جهمی ها باز کرد. امروز هم پیش از اینکه جهمی شوی اول مرجئه میشوی، آهسته آهسته بعد همین مرجئگی، بی اهمیگی، ضعیفی به قلبت نقطه های سیاه که آمد آهسته جهمی میشوی بالاخره. بار دیگر میگیم مرجئه ها جهل را عذر نمیگفتن، تقلید را عذر نمیگفتن، شرک اکبر، کفر اکبر کننده رو در باب کفر شرک منهج اهل سنت بود. فقط ترک کننده یک موحد عمل ترک کننده مسلمان میگفتن. بعد از این جهمی آمد. جهمی انکنون انمین جهمی ها رو دو نام گذاشتند، مرجئه الغلات گفتند یا که جهمی گفتند و اینها رو ما جهمی میگیم. علما گفتند جهمی فرقه کلامیه جهمیه فی الایمان و جبریه فی القدر و معطله فی الصفات. چهار مشکلی دارد جهمی ها. اینها کلامی است، اهل کلام است، کلامی، فلاسف به ارسطو، ارسطاتل و افلاطون و امام های شمنو است. الله و رسول به اینا نمیگردد، قرآن و سنت به نمیگردد. افلاطون و ارسطو، اریستاتل و اینا به میرود. کلامی عقل رو از نقل پیش میگیرد، عقلش از قرآن و سنت پیش میگیرد. و اینها جهمی در ایمان است، جبری در قدر است و معطله در صفات است. جهمی ها چهار صفت دارد. اهل کلام است، جهمی در ایمان است و اولو بیان میکنیم که چرا جهمی در ایمان است. جبری در قدر است، یعنی در باب قدر ما سه مذهب داریم، مذهب اهل سنت و جبری و قدری، و اینها قدری جبری هستند جهمی ها. و معطلتون فی صفات. عیناً من اشعری ها هم میخواست، اشعری هم بیارد من این صفات رو برد. ولی که بالاخره در باب ایمان جهمی ها آمدند و از مرجئه ها 10 برابر دیگر سختتر غلو کرده گمراه شده رفتند به طرف سبکگیری، به طرف غلو نه، بالا رفتن، سخت گرفتن نه، به طرف پست رفتن و بی اهمیتی کردن. گفتند که الایمان هو المعرفه، ایمان معرفه هست، تمام. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب نه، معرفه. حالا که اقرار باللسان یعنی اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله میگی، تصدیق بالقلب گوید، تصدیق به قلبت میکنی. گفتیم زیاد از علمایی که از مرجئه هستند و علماهایی که خودشون یا بگیم خودشون به همین علمای مرجئه نسبت میتن، خودشون مرجئه نیستن لیکن احترام میکنن مرجئه ها را، در همون مذهب هستند، اومدند و تصدیق گفتند این عمل است گفتند، اگرچه زیاد و کمشوی را انکار کرده نتونسته باشند، یعنی دفاع کرده نتونستند در باب زیاد و کمشوی مرجئه ها. گفتند بله مرجئه در همه حالت زیاد و کمشوی را انکار کرده مشکلی دارد، اما مسئله تصدیق رو به عمل وابسته کردند. اما مذهب جهمی فقط گفت ایمان هو المعرفه. معرفه چی است؟ یک چیز رو شناختن.
حتی علم نه، حتی علم نیست. اول نبینید درجه علم نظر میکنید معرفه درجه اولین علم، بعد از این علم، بعد از این فهم و بعد از این درک و یقین، یا یقین و بعد از این درک. مرحله ها 5-6 مرحله است. معرفه اولین درجه علم است که معرفه رو علما علم نیست گفتند. معرفه از علم پایانتر است. معرفه شناختن است، دانستن نه، شناختن یعنی فهم. یک چیز میشناسید که بله. جهمی ها آمدند، سردار جهمی ها جعد ابن درهم بود، لیکن نام مذهب به جعدیه نشد، جهمیه شد. برای چی؟ برای که جعد ابن درهم سخنهای زیاد نزد و یک دو سخن که حکم قتلش تکفیر کردند و گذاشتند و در روز عید و قربان تکفیر کردند، قتل کردند، ذبح کردند، قربانی کردندش. اما جهم ابن صفوان آمد عقیده باطل رو منتشر کرد، خیلی منتشر کرد. برای همین جهم ابن صفوان این یک نام انسان است. عقیده که اولین مراتب از او پیدا شد او رو جهمی گذاشتند. برای هر کسی که این عقیده باطل می‌دارد جهمی است، پیرو همین جهم ابن صفوان است، روز قیامت همراه او میخیزد. از همه فرقه کافرترین مشرکترین در اسلام در زمان سلف صالح انمی جهمیه بود. البته بعد از این رافضه ها به وجود آمد، بعد از این رافضه ها باز به غلو کردند و رفتند. امروز رافضه در روزیه اینها هست، لیکن در زمان سلف در همون وقت اولین بدترین فرقه جهمیه بود. کفر جهمیه ها همین است که ببین به زبانت لا اله الا الله گفتن به اسلام هیچ ربط ندارد، به قلبت عمل کردن شرط نیست، به قلبت تصدیق کردن هم شرط نیست و یقین کردن تو اقرار کردن هم شرط نیست، عمل کردن هم هیچ چی شرط نیست. فقط جهمی ها میگد که خیر من الله هست، تمام مسلمانی، پیامبر اومد مسلمانی، اگر چی تصدیق نکردی، اگر چی همین فهمیدی و تصدیق نکردی تو رو مسلمان میگید. این عقیده جهمیگی امروز در بین تاجیکا وجود دارد. این عقیده در بین بسیار بنام مسلمان ها وجود دارد. میگد که من الله هم میشناسم، الله هست، رسول الله محمد ابن عبدالله رسول الله است میگد، اما تصدیق نمیکند. همین گپ شناخت، خبران شناخت، تصدیق نکرد. اگر ما از نظر جهم ابن صفوان نظر بکنیم، امروز در همین عالم امروز همه یهود، نصارا، مجوس و همه سیخ و کنفویستی که به واسطه اینترنت فهمیدن که مسلمان ها الله گفتن ذات را عبادت میکرده است، مسلمان ها به قرآن گفتن چیز بوده است، مسلمان های پیامبرشون محمد ابن عبدالله گفتن انسان بوده صلی الله علیه وسلم، همین شناخت، همین گپ فهمید. از نظر جهم ابن صفوان هر کسی که سخن فهمید مسلمان است. اعوذ بالله، باطل ترین فرقه. برای این علما گفتند که مذهب جهم ابن صفوان عاقبتش این است که شیطان را مسلمان گفت. برای که شیطان در مسئله شناخت الله و رسول و قرآن و سنت و دین، یعنی در این مسئله که همین به تصدیق میکند، بله شیطان است. اگرچه عملا نیست لیکن معرفه 100% معرفه دارد. شیطان میداند بودن الله، جنت و دوزخ، ملائکه ها را، تقدیر نیکی و بدی در دست الله بودن، پیامبران آمدنشون، کتاب داشتنشون. شیطان میداند یا نمیداند؟ از همه زیادتر شیطان میداند. اما شیطان دانست تو ایمان نآورد، شیطان دانست قبول نکرد، شیطان دانست اطاعت نکرد، شیطان دانست تو تصدیق و عمل نکرد. برای این کافر است. فقط دانستن، فقط شناختن، فهمیدن که پیامبر آمده است تو را مسلمان نمیکند. برای این جهمیه گفتن که ایمان فقط معرفه هست، که بدترین کفر است که امروز این عقیده در بین بعضی از ملحدین، اتئیست ها وقتی که منطقه آسیای مرکزی رو گرفتند، اتئیسم خود رو کاملا منتشر کرده نتوانستند. لیکن انا همین عقیده که نزدیک به ملحدی هست، اتئیسم است، منتشر کردن که یک انسان خودش مسلمان میگه اما یگان قرآن و سنت و یگان دین رو تصدیق نکرده است، فقط میداند، فقط خبردار است، یعنی فقط معرفت دارد. الله هست، جنت و دوزخ هست، حساب کتاب میشود، عذاب قبر هست، پیامبر هستند، تمام منم میدونم. میگه لیکن تصدیق داری، یقین داری، اقرار داری؟
هیچی ندارد، نه اقرار دارد نه تصدیق دارد، فقط معرفه دارد. اینم یک نمود اتئیسم شد. اعوذ بالله من ذلک. زیرا که اتئیسم هم معرفه دارد یا ندارد؟ اتئیست هم میخواند، بله اتئیست هم یک بار خواند پیامبر محمد گفتن انسان پیامبر بوده است، همین خبر بوده است، گفت از نظر جهم بن صفوان مسلمان شد. از همین جهت احتیاط شوید که عاقبت شما در باب ایمان جهمی نشود، از سبب بی علمی رفتن ممکن است. کلمه ای که امروز در بین تاجیک‌ها مشهور است، قلبم پاک باشد شد، همین نیست مگر؟ منم میدونم الله هست، منم میدونم پیامبر انا خیلی آدم است، میگه قلب پاک باشد شد، میگه همین عاقبتش یعنی این مذهب جهم است، کفر است، کفر اکبر است. الله المستعان. مذهب سوم این است. مذهب چهارم مذهب معتزله ها به وجود آمد. معتزله ها اعتقادشون در باب ایمان گفتند که الایمان قول و عمل و اعتقاد، مثل اهل سنت تا اینجا گفتند، اما زیاد و کم شویش انکار کردند. زیاد و کم نمیشه گفتند، اما گفتند که هر کسی که گناهی کبیره کرد، معتزله ها رو چرا علاهیده ذکر میکنیم همچون چهارم مذهب؟ برای که سخن اینها نه سخن اهل سنت است، نه جهمی است، نه خوارج است. اینها گفتند که مثلا اهل سنت گفتند هر کسی که گناه کبیره میکند گناهگار است، اگر توبه نکرده بمیرد در زیر مشیت الله است، مستحق عذاب است. جهمی ها گفتند که هر کسی که گناه کبیره میکند هیچ باکی ندارد، مزه کرده است. خوارج ها گفتند که هر کسی که گناه کبیره میکند کافر است. معتزله ها گفتند که هر کسی که گناه کبیره میکند نه مسلمان است و نه کافر است. در این دنیا منزله بین منزلتین است، در بین دو منزله، نه مسلمان منزله مسلمان، منزله کافر، نه مسلمان نه کافر است، اما در روز آخرت این کافر است. به خاطر چی؟ برای اینکه در باب ایمان اعتقادشون خوارج است. و بارک الله فیکم. انا این است مذهب چهارم. مذهب پنجم کرامی ها به وجود آمد. کرامی ها یک نمود مرجئه هایی که گفتند ایمان بالقول، الایمان قول، گفتند تمام، عملم نیست، اعتقادم نیست. همین یعنی کرامی ها گفتند، محمد ابن کرام گفت اگر تو یک انسان گوید که لا اله الا الله محمد رسول الله نجات مییابد، تمام. اعتقاد باطل داشته باشد هم، اعتقاد کفری داشته باشد هم، اعتقاد نداشته باشد هم، یا کفری شرک داشته باشد. اینم یک قول از جهمی ها هست، اینم یک قول از جهمی. کرامی ها رو هم، کرامی رو هم علما من باب جهمی معامله کردند، همچون جهمی. اما خود نظر بکنید، امروز کسانی که خود رو دعوا به سلفی میزنند، مدخلی ها، آذری ها، آیا سخنشون عیناً همین سخن کرامی ها نه؟ محمد ابن کرام است یا نیست؟ محمد ابن کرام همون حدیث هایی که پیامبر گفته بودند که من قال لا اله الا الله دخل الجنه، انا همین میگرفت، دیگر حدیث رو ترک میکرد. یعنی هر کسی که لا اله الا الله گفت داخل جنت میشد، یعنی فقط میگفت ایمان به زبان است، همین زبان که لا اله الا الله گفت تمام است، میگفت اعتقاد و عمل شرط نیست. امروز انا همین سخن رو ما از مدخلی ها و آذری ها میبینیم که میگه من قال لا اله الا الله دخل الجنه، هر کسی که لا اله الا الله گفت داخل جنت میشد. کفر به طاغوت ندارد، چی هیچی هم نمیگه، هیچ گپ نمیگه. کفر به طاغوت نداشته باشد هم لا اله الا الله گفت که میگه. عیناً همین سخن رو شما شنیدید برادر عزیزم و ما میشنویم شب روز. و سخنی برای همین سخنی امروزه مدخلی ها و آذری ها سخنی جهم است، اینها را جهمی گفته میشد. و این مذهب هایی که گفتیم، مذهب کرام، مذهب جهمی، مرجئه و خوارج و معتزله، این مذهب ها در زمان سلف صالح بود. اما بعد از سلف صالح باز فرقه ها به وجود آمد، بمانند فرقه بارک الله فیکم ماتریدی ها و اشعری ها. عقیده ماتریدی ها و اشعری ها در باب ایمان همین است که عقیده شون عقیده چی است؟ مرجئه هست. میگن که الایمان اقرار و تصدیق، یا قول و تصدیق، یا که نطق و تصدیق. انا میگه عباره های گوناگون دارن، اقرار به زبان و تصدیق به قلب. و هم ماتریدی ها و هم اشعری ها میگویند که تصدیق به تصدیق عمل داخل نمیشه، یعنی عمل نمیکنید. برای همین ببینید، برای همین علما مرجئه های قدیم رو، مرجئه های اول بگویم معذرت خواهی میکنم، اشعری و ماتریدی های عصر اول رو، عصر 4 5 رو
از یا عصر 4 5 6 رو یا که عصر 4 5 رو بگیم، عصر 4 5 رو اولین ماتریدی و اشعری عصر 4 5 است. متقدمینشون رو از متأخرین جدا کردند. متقدمین اشعری های اوله میگفتند که هر کسی که لا اله الا الله محمد رسول الله بگوید، کفر ورزد به طاغوت، شرک و کفر ترک کند، بعد از این یعنی لا اله الا الله محمد رسول الله گفتن به زبان بگوید و به قلب تصدیق کند، این مسلمان است. یعنی مرجئه بودند. در باب اسماء و صفات هم به کفر اکبر نرسیده بودند. برای همین علمای سلف اینها را عملشون کفر، یا علمای متقدم میگفتن عملشون کفر است، لیکن پیش از تکفیر اینو اون گفته صحبت میکردند. برای همین بسیار علمای متقدمین اشعری را علما تکفیر نکردند. علمای متقدمین اشعری را علما تکفیر نکردند. اما آهسته آهسته زمان وقتی که از زمان پیامبر دور شدن گرفت، در احادیث صحیح است که چقدر زمان از پیامبر دور شدن بگیرد به طرف قیامت نزدیک شدن بگیرد، همون قدر عقیده و فتنه ها و جهالت ها زیاد شدن میگیرد. سبحان الله. همچنین هم شد. اشعری ها و ماتریدی ها به مرور زمان رفتند. بعد از اینکه عصر 5 به پایان رسید، عصر 5 و 6 قریب به پایان رسید، یا عصر 6 اولش به پایان رسید، قسم اولش، غلات اشعری به وجود آمد که اینها عقیدهشون دیگر شد. اشعری ها اول جهل عذر نمیگفتن در کفر اکبر، شرک اکبر. البته تا اخیرش هم قریب که انچه تا بالاتر هم اشعری ها جهل و تعویل و اینا را عذر نمیگفتن، و به خصوص متقدمین. اما متأخرین آمدند و گفتند که لا اله الا الله هر کسی که گوید در این دنیا، این لا اله الا الله شهادت دادن احکام دنیا است، گفتند به آخرت دخلی ندارد. یعنی لا اله الا الله نگویم مسلمان میشه. یعنی ایمان حتی به زبان نیست و فقط تصدیق قلب گفتند، عمل از ایمان برآوردند. کفر شرک کردنش جایز گفتند، جهل و اینو آن عذر گفتند. حتی یهود و نصارای بعضش مسلمان گفت. اعوذ بالله من ذلک. و بعد از این کفر شرکشون در باب اسماء و صفات زیاد شد. پس اشعری های امروزه در باب ایمان اینها جهمی خالص است. انمی روزه اشعری ها در باب ایمان و در باب کفر جهمی خالص است. وقتی که آمنت بالله میگویی، میگد که این ایمان آوردن به الله، زبانت که نگویی، همین قلبت که تصدیق کنی شد. ایمان آوردن به الله به عمل نکنی هم شد. یعنی عمل به توحید نکنی هم تو ایمان به الله داره میگد. برای من اشعری و ماتریدی را میبینید که مذهب جهمی را امروز زنده کرده شده است. منطقه تاجیکستان عادتا اکثرش ماتریدی است، منطقه فارس اکثرش ماتریدی اشعری است، کاوکاز ماتریدی اشعری است. و من شما بسیار میبینیم که اینها چی میگن برادر عزیز؟ قلبم پاک است الحمدلله، من مسلمانم گفته میگردد. شاگرد اشعری نتیجه شمین است، شاگرد ماتریدی عقیده شمین است. ایمان در نزد اینها عمل نیست، کفر در نزد اینها باقی نیست. این اشعری و ماتریدی های غلاتش، یعنی طبقه دومش، متأخرینش همچنین شدند. اعوذ بالله من ذلک. برای این فرقه رو علما فرقه کافره گفتند، فرقتون کافره. اینا جهمی است. از همین جهمی صفان فرقش هیچ فرقی نداره، اشعری ماتریدی. و بعد از اشعری و ماتریدی برادرای عزیزم حزبی ها به وجود آمد. اولین بار در مصر حسن البنا و غیره از قبوری ها، از صوفی ها و غیره به وجود آوردند. اینها البته که یگان ایمان را همچون یک مذهب تعریف نکردند، همچون یک مذهب خاص اینها نیستند. ما حزبی ها را یک مذهب خاص در باب ایمان دارند نمیگوییم، اما اینها آمدند و در بالای ایمان و در بالای کفر بعض قاعده ها را گذاشتند که عقیده اینها را جهمی بودنش را حزبی ها را بیان کرد. حزبی نیست مگرم این که میگوید که شرک در بالای کفر رو بگویم، شرک و کفر اکبر در بالای ایمان ضرر ندارد. یعنی اگه مسلمان اگر شرک اکبر کفر اکبر کند، اگر مقصدش به همین واسطه شرک اکبر کفر اکبر دعوت باشد، خدمت به اسلام باشد، جایز است. میگه اعوذ بالله. انمی قاعده رو اولین شده، انمی قاعده خبیثه طاغوتی رو اولین شده در بین امت کی همین قاعده رو برآورد؟ همین قاعده رو اخوانی ها و از اخوانی ها دیگه حزبی ها گرفتن که قاعده دارن. اینها میگن که همین میگن بله ما قبول داریم که حکم کردن به حکم غیر الله. البته حزبی های کمی خوبیش این گپ میگن، حزبی های این
بدتری سختری شاگردای درجه اول شیطانش میگه که هیچ بوکی نیست، میگه به حکم غیر الله کردن، لیکن بعضیش مسلمان خودش مسلمان میگیرد اگرچه مشرک باشد، کمتر از الله میترسه، میگه ایناش میگه که حکم کردن به حکم غیر الله کفر است، شرک است، میگه لیکن میگه امروز دیگر علاج نیست، میگه ما میگه زینه به زینه به همون حکم غیر الله آهسته در مدت 5 سال 10 سال 20 سال آهسته مردم کم کم فریب داده یا که تعلیم داده از حکم غیر الله به حکم الله میگذاریم، میگه قاعده نوی رو انمین حزبی ها گذاشتند، اولینشون اخوانی ها که یعنی موحد به خاطر تطبیق توحید اول باید شرک کند، یعنی به واسطه شرک توحید باید رساند بود است، به واسطه شرک کفر شرک بگم انکار میکرد است، به واسطه شرک توحید منتشر میکرد است، اول مشرک میشد است بعد اسلام منتشر میکرد است و همین مشرک شدنش هیچ گپ نبود است، یعنی شرک کند هم ثواب میگرفت است. این جهمیگی رو، این خباثت رو اولین کسی که در باب ایمان گفتن همین حزبی ها است. حزبی ها فقط در باب عمل خبیث نشدن، در باب عقیده اینها خباثت نه فقط در باب عقیده خودشان گمراه شدند، بلکه در باب عقیده همچون یک مذهب حزبی اینها بعضی از قاعده ها را صادر و جاری کردند و منتشر کردند. از این قاعده امروز چقدر انسان ها میگیرند؟ حزبی ها میگن اهل سنت رو که اهل توحید رو حزبی ها میگن که مغز شما تنگ است، نظر شما کوتاه است و تنگ است. چرا؟ میگه که امروز میگه دیگر علاج نیست، باید به واسطه شرک به اسلام روی، باید به واسطه کفر به توحید روی، دیگر علاج نیست. میگه اینا فقط کرسی رو میخوان، میگن همین کرسی حکم رو حتما اول باید به واسطه شرک و کفر روی، یک چند سال کفر مشرک است که بعد انشالله. علما از همین روز اول به اینها رد میزدند، اما اینها میگفتن که نه ما کارمون پیش میبریم، لیکن روز از روزها الله به اینها فرصت داد. از در همین عصر 2010 بود 11 بود اخوانی ها در مصر گرفتن، عاقبت شد چند سال حکم کردن، 2-3 سال حکم کردن. آیا یک ذره مسلمان ها رو از کفر شرک دور کردن؟ نه، غیر از عقیده مسلمان ها رو باطل کردن و غیر از رسوا کردن و از دیگر رو بدتر کردن دیگر کار نکردن. برای همین اینها هم ما همچون یک مذهب جهمی، همچون یک یا شاخه های جهمیه که در امروز قاعده و قانون های خودشون دارند ذکر میکنیم. برادر عزیزم، شبهه سختترین اینها که به مانند خانه عنکبوت است پف میکنید، این همین است. میگه که به شما این حکومت ها را گرفته نمیشود اگر شرک و کفر نکنید، دیگر علاج نیست. برای همین میگه ما میگیم که اگر علاج نباشد، اگر قدرت نباشد، الله تو را مسئول نکرد، الله تو را مکلف نکرد که قدرتت نباشد تو باید حکومت گیری. قدرتت نباشد بسم الله جیمیست مسلمان شو، قدرتت نباشد کافر نشو، مسلمان است جیم زندگی کن تا زمانی که قدرت پیدا میشد. حق گپی عادی ساده. فقط اینها تسلیم نشدن، اینها اسلام هم ندارن، ایمان اسلام استسلام لله بالتوحید به تسلیم هم نشدن. نه ما چخل میستیم، ما باید حرکت کنیم، بالاخره مشرک شدن. و مذهب دیگر، مذهبی انا همین آذری هایی که به درون آذری ها مدخلی ها، جامی ها، حزبی ها، همه این نمود این خوبسا داخل میشد. خواه خودش مدخلی گوید، خواه جامی گوید، خواه نگوید، خواه خودش هم تو یک مرد اهل سنت بگه، لیکن آذری است یا مدخلی است یا اینا میگن که الایمان قول و عمل و اعتقاد یزید بالطاعت و ینقص بالمعصیه. ایمان عمل است، ایمان اعتقاد است، ایمان قول است و عمل است و اعتقاد است، زیاد و کم می شود. ایمان مرکب است، ایمان استثناء می شود. یعنی ظاهرا مثل اهل سنت و الجماعت صحبت میکنند مدخلی ها. برای وقتی که مدخلی را میگه که ایمان چیست، مدخلی میگه ایمان در لغت اقرار و تصدیق است، در اصلاح شریعت قول و عمل و اعتقاد یزید و ینقص است، استثناء دارد، مرکب است. شما میگید که سبحان الله، اینجا میگید طالب علم اهل سنت از این مراد که خطا کردن، مدخلی و نقد است، نفهمیدید که وای شما را فریب داد. اینها را برای همین گفتن که سکریت جهمی، ساورمن سکریت جهمی. اینا خیلی هم نوترین، زیرکترین، مکارترین، هیلگرترین
و از همه پنهانترین و خبیثترین جهمی های زمان است. زیرا که ظاهرا به شما باب ایمان رو مثل اهل سنت تعریف میکنند، معنی داد میکنند، اما وقتی که به اونها سوال میشود از دو جانب، گمراهی اینها فهمیده میشه. جانب اول جانب ایمان، وقتی که میگه که انا همین عمل از ایمان است، گفتی همین عمل آیا رکن ایمان است یا شرط صحت ایمان است یا که مکملات ایمان است یا واجبات ایمان است؟ از چی ایمان است؟ در انا همینجا مدخلی به شما میگه که این یک چیزی ضروری ایمان است. میگه این به سخت اهمیت ندادن در کار. میگه اینا خوارجا در بالاش گپ زدند و گفته بالاخره شما به گپ نمیزند. یا بعض شیف‌هاش، بعض بقوت، بعض مدخلی هایی که به عقیده مدخلیگیش فخر میکند، آشکار مردانه وار میگوید که ایمان، میگه این عمل، میگه این مکملات ایمان است. یعنی عمل کردی ایمانت کامل میشود، عمل نکردی ایمانت ناقص است، تو کافر نیستی. حالا که عقیده اهل سنت است هر کسی که عمل ترک کند به شکننده دهم اسلام واقع شد. لا تعلم ولا يعمل به، الاعراض عن دین الله. این اجماع سلف است در اساس قرآن و سنت که هر کسی که عمل ترک کرد این مسلمان نیست، جنس عمل ترک کرد. لیکن جهمی ها میگه که عمل این مکملات ایمان است، عمل کردی ایمانت کامل است، نکردی مسلمان است. میگه مدخلی در همین عمل شما را فریب میدید. باید مدخلی ها به سوال کنید که عمل آیا رکن ایمان است، شرط صحت ایمان است یا که مکملات ایمان است؟ چی است؟ اگر مکملات ایمان گفت گمراه است، جهمی است و مدخلی است و عذری است. اما اگر شرط صحت ایمان است بگوید یا که بارک الله فیکم رکن ایمان است بگوید، در این حالت چی است؟ این در باب ایمان عقیده اهل سنت است. از همین جهت ما میفهمیم اهل سنت میگن که عمل این رکن ایمان است یا شرط صحت ایمان است، اما مدخلی ها میگن که کمالات ایمان است یا واجبات ایمان است یا یک ضرورت، چیزی ضرورت ایمان است که اگر ترک بالکل کنیدم کفر نمیشد. دومین جانبی که جهمی بودن مدخلی ها را در باب ایمان میفهمیم جانب کفر است، یا جهمی بودن عذری ها را میفهمیم جانب کفر است. اگرچه بعض عذری ایمان را مثل اهل سنت بیان میکنند، شاید عمل را بعض عذری ها میگن که این شرط صحت یا رکن ایمان است، اما در باب کفر عذری میگه که هر کسی که شرک اکبر، کفر اکبر کرد، این مسلمان است. انا در همین جا باز جهمی شد، زیرا که این گفته ایستاده است که ایمان، وقتی که ایمان رو به وجود آوردی هرگز به این ایمانت کفر شرک ضرر نمیرساند. گفته ایستاده است اگر تو جاهل باشی یا خطا کردی یا تعویل کردی یا مقلدی، یعنی عالم اگر کفر شرک کرد میگن خطا کرد، اجتهاد کرد خطا کرد. یک طالب علم کفر شرک کرد میگن این تعویل کرد. اگر سبحان الله یک آدمی عالم نباشد و طالب نباشد کفر شرک کرد، اینا میگن چی؟ میگن این جاهل است یا مقلد است. همه طبقه های مردم را عذر دادند و عاقبت سخنشان همین است که لا یضر الایمان شیء، ایمان به هیچ ضرر نمیکرد، کفر شرک هم ایمان به ضرر نمیکرد. و این سخن مرجئه ها نیست. مذهب عذری ها از همین جد مذهب مرجئه گفته نمیشد، جهمی گفته میشد. زیرا که مرجئه ها میگفتند که هر کسی که شرک اکبر کند، کفر اکبر کند، ایمانش نابود میشود. زیرا که کفر شرک آمد ایمان نابود شد، تصدیقت نابود شد، اقرارت نابود شد. زیرا که اقرار و تصدیق تو باید کفر شرک گم میکرد، نابود میکرد. اما عذری ها میگه که کفر شرک وقتی که آمد ایمانت در جاش میستد. از این میبرد که اقرار نداشته باشم، تصدیق نداشته باشی هم تو مسلمانی گفتنی گپ پس معناش. برای همین عذری ها جهمی است در باب ایمان. خیلی در این باب دقت بکنید. و این بود مذهب جهمی ها و مرجئه ها، خواه از زمان قدیم خواه از عصر معاصر، و این بود مذهب غلات خوارج ها. و با همین مسئله ایمان به پایان رسید و در حلقه آینده آمنت بالله را شروع میکنیم. یعنی اقرار میکنم و تصدیق میکنم به زبانم و به قلبم و به جسمم که الله سبحانه و تعالی وجود دارد و به ربوبیتش و به الوهیت و اسماء و صفات و غیره ان شاء الله شرح خواهیم داد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.